اینجا دوشنبه، گفتاری ادبی از سلسله رادیو تئاتر. شنوندگان گرامی، حالا قسمی اولی رادیو اینسینیروفکا را از روی پاوستی نویسنده محیدین خواجه‌ایف آب روشنایی شنوید. در رالها هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی. سلامی چوبوی خوش آشنایی، بدان مردمی دیده روشنایی. حافظ. هر شهر و ده کوچه و محلی دارد که نسبتاً سر آدم و پرغوغاست. چون این جای نارک درآمدگاه آن است. از طرف چپ دامن قطارکوه تا قد راه رسیده نارک را از ده صبور جدا می کند. از طرف راست چنار سرشاخ و برگ چون ستون دروازه شهر می تابد. به خاصیت همین چنار پیش آن چایخانه، آشخانه زمستانه و تابستانه ساختند و به مکان سیر آدم بدل دادند. 4 ماه سوزان نارک را جای از این سلقینتر نیست. هر که از نارک آمدن دارد اول به همین جا می آید. هر کی جای رفتن خواهد از همین جا به اتوبوس یا ماشین راهگذر می نشیند. حالا این محل وگزل قزان نام گرفته است. نارک از همین جا سر می شود. در همین جا کس از گپ و کارهای ساختمان با خبر می گردد. این شب و روز گپی آن بود که ساختمان وسعت نیافته است و نارک از آدم پر شده است. یکی کار یابد جای نمی یابد، دیگری جای یابد کار نمی یابد. در کنار بالای کتی زیر چنار 4-5 موی سفید و مرد سالخورده نشسته در همین خصوص گپ می زنند. تنها میرزا مراد نارکی، مرد سالخورده باریک پیکر که بالای کرسی می نشست، خاموش بود. ریش سیاهتاب کلوتش را با کف دستان پررگ و پی می داشت. تو خودت ما را از قبط کوه و دره کوچاند آوردی. زمین سنگلاخ و قمشزار و باطلاق را نشان داده آباد کن گفتی. هرچی از دستمان آمد کردیم. پیش سیل راه ها را بستیم. با خاک کشانده باغ و راه بستیم. اکنون طاقت نداریم که آن همه پیش چشممان خراب گردد. بیا بازگشته به همان دره ها رویم و دوره پیری 2-3 روز آسوده بینیم. مرد قاقینه برقد خاموش بود. همانا ریشی سیاهتاب کلوتش را با دست پررگ و پی می داشت. چشمش به مردم کارگر، گوشش به غرغر ماشین های رهگذر بود. شکم سیر را چی پروایی شکم گروس نگفتند.
به حولی تو که خانه سیار ندار آوردن پروه نداره و یک به حال مافرا. هر پگاه از خانه برآمده بدن ها را تماشا کن، انا بعد به درد این بیچاره ها میرسی. بله. پیش میرزا مراد دلکشادن همدیارانش جای داشت. با همین طرف مردم ضد باسمچیان برآمد، مددگار اسکران سرخ شد. با همین مردم در راه نارک و توتقول کار کرده آمد. با مدد و دستگیری همینها کلخاز ساختند و او را رئیسش خواندند. از همان سال هاست که وی پشتیبان مردمی نارک است. باز گویم که صبر کنید. رئیس شهر یگان چاره می اندیشد. کی؟ نه، اکنون باید پیش کاتب در آمد. باید که مسئله را پیش او گذاشت. به نزد نشستگان پسری کنجه عطامراد آمد و چنین خبر آورد. به حولی ما هم خانه سیار در آوردن. یک اویله کوچیده آمد. حاضران به میرزا مراد دقت دوختند تا بفهمند که در چهره او چی معنی هست. غیر چشم داشته همه چهره او تغییر میافت. هرو من حاضر می آیم. حاضران امیدوار شدند که میرزا مراد باز چیزی میگوید. او سر بالا کرد. زانوهایش را از بالای پا برداشته قامتش را راست گرفت. حاضران از این حرکت او رمز گرفته خود گپ گشادند. رفته خبرگیر رئیس، باز نهالها را نشکسته باشند. خیر پگاه می بینیم. حاضران این سخن او را طرزی فهمیدند که مسئله باید به همین قریبی حل شود. میرزا مراد جانب ده لنگر راه گرفت. از همین جا از وگذر قزان به میان راه ماشین برآمده طرف آفتاب برا نگاه کنید، همواره را میبینید که تا دامان سلسله کو رفته میرسد. همین جا لنگر است. حالا قسمی پیش آن را از باغ و راغ، حولی و خانه های پاخستگی خالی کرده، میدان ماشین ها و آلات ساختمان، انبار و استاخانه ها ساختند. میرزا مراد از تنگ کوچه قدم مانده پیش حولی آمد که خار دیوارش را تراکتوری تسمه چرخ زیر کرده درون حولی در آمده بود. پیشتر آمده دید که در پایان حولی خانه تختگی پیدا شده است و از تراکتور نشانی نیست. زنی ملموی پیش بار و بونی روزگار جنب و جل داشت و مردکش تنه درخت سیبی پربار را که اندکی کج خورده بود راست می کرد. معلوم که تراکتور علتی رسانده است. میرزا مراد پیش آمد و بی سلام و کلام تنه درخت را از بالاتر داشته سویش کشید. آن راست شد. بابا زور بوده ای کو. مردک بر ریشه درخت خاک کشیدن گرفت. این کارش به میرزا مراد نفارید. ناعهده برانه بود. به جای دستش اشاره کرده دار. رحمت شما صاحب حولید؟ میرزا مراد در جواب چیزی نگفت. خاموش جانب خانه خود رفت. زن و پسرش از چشم و رویش احوال دل او را فهمیدن خواستند. یاردم او را دیده گمان کردند که خفه نیست، اما این خاموشیش عکس آن گمان بود. میرزا مراد به خانه در آمده کاستوم آردین و مدالدارش را پوشید و باز راه نارک را پیش گرفت. از تمام واقعات امروزه همان لحظه با مرد روز درخت سیب را برداشتنش جلوه خاصه داشت. کوچش روی حولی بود. همه کار را مانده به درخت چسبیدن مردک میرزا مراد را خوش آمد و افسوس خورد که به گپ‌های وی جوابی نگفت. این توجه قریب بود که پیش راه دیگر کار پیش کاتب در آمدن را بندد. با همین نیت وی کاستوم جایداریش را پوشید. با همین نیت راه نارک را پیش گرفته بود. خیر در آمده چی میگویم؟ به حوله های مردم خانه های سیار ندارارید. پس با کجا جای کنیم؟ از نام کاتب سوال داد به خود. از تجربه کاری رئیسی چنین سوال و جوابگزاری به میرزا مراد عادت شده بود. به هر کار و مسئله اول خودی کس باید علاج یابد. خودی کس که نیافت در گمان است که دیگران یابند. خاصیتی دریا باشد یا کاری نیک آن مردی روز که میرزا مراد خیلی سبک شد. جست و خیزی موجهای بیباک جوانیش را به یاد آورد.
آن روزها را به یاد آورد که روی این موجها شنا کرده آن طرف دریا میگذشت. اندک نفس راست میکرد و برمیگشت. غیرت جوانی از سر نو جوش زد و او را به همان گستاخی دلالت نمود. میرزا مراد لباس کشیده درون دریا درآمد. با مرام دست روی آب کشیده میان دریا رسید. دیگر خود موجها او را پیش بردند. تنها هوشیاری در کار بود که به سنگ نزنی. چالاکی لازم بود که همیشه روی آب باشی. میرزا مراد به ساحل برآمد. سردی آب را حالا حاضر حس کرد. اعضای بدنش سوزن میزد، ولی دردش گوارا بود. از آن دردهایی بود که آدم را بردم، فکرش را روشن، عزمش را قوی می کند. میرزا مراد حس کرد که حالا نفقه خوردن بر وقت است. باید که به محیط زندگی غوطه زد. اما زندگی به موجش می کشیده باشد. بینای گرکام قریبی ساحل راست دریا بالاتری بازارچه کهنه بنیاد نارک بود. قامت بلند او تا شیفتی دالانی تنگ و تار آن می رسید. میرزا مراد پیش دری ایستاد که کاتب دورانوف نوشته شده بود. در قبولگاه چند کسی شناس و ناشناس سلامش دادند. میرزا مراد علیک گرفته از کاتبه دخترک ملموی خوش صورت پرسید. همینجا؟ ها؟ میرزا مراد سوی کابینت کاتب قدم مانده بود که اونجا آدم هست. مردک از طرفه آنانی بود که از نیمه راه نمی گردند. درون درآمد. کاتب مردی تخمینا 35 ساله میان قد که موی انبوه سرش بروی سفیدش زیبیده بود با مردی متخصص نما صحبت داشت. گفتم کو دیگر علاجمان نیست. اولی ساختمان همه را به همان خانه های سیار جای میکنم. سلام کاتب. سلام. شنید حاضر گپ همین. بینای یکم را که ساختیم اول به شما میدهیم. خیر رحمت. نمیارزد. مردک از کابینت برآمد و دورانوف با میرزا مراد واخوری کرد. رو برویش شناند و محرمانه گفت. اول وزنین اکای میرزا، وزنین. با خانه و جای هم خودمان مشغول میشویم. خوش گپ زن اکای میرزا. دماغت سوختگی؟ تو مرا میشناسی؟ ها، کلتکدار سرخ، راه بلد اسکران سرخ، یکی از اولین کمونیست های نارک. این همه انکته. همچون آدم میشناسی؟ میشناسم، البته میشناسم. میدانم که با پدرم یار آشنا بودید. وای رحمتی جانی آدم بود. افسوس که در جنگ شهید شد. حرکت میکنم که مانند شوم عمک میرزا. تو بچه بودی نمیدانی نارک چی بود و چی شد. چرا ندانم. یک طرف سنلاخ بود، طرف دیگر باطلاق و قمیشزار بود. از سنگ تازه کردید، از آب خوش کردید، باغ و راغ ساختید، تماکو پروریدید. تا حال نظر میرزا مراد طرزی میتافت که همه جوانهایی که امروز به سر کار آمدند از کارهای گذشته بیخبرند. از این جهت گفته های کاتب خوش آمد، اما طرزی بیانش نفارید با آهنگی که همه آن کارها هیچ بودند نسبت به آنی که ما امروز میکنیم. خیر، گپش راست، گفت به خود میرزا مراد و سخنش را با آهنگی نرمتر دوام داد. کی همه این کارها را کرد؟ شما، پدرم، بابا قرا. این گپی کاتب به نفس میرزا مراد رسید. به من و پدرت و بابا قرا کاردار نباش. ما تنها هیچ کار کرده نمیتوانستیم. خلق گوی، مردمی همین نارک و لنگر و دیهی صبر گوی. خیر. پس چرا امروز آن مردم در حوله های خود آسوده زندگی کرده نمیتوانند؟ یعنی این به پایان حوله های مردم تکجای خانه های سیار میدرارید، آیله های نو میکوچانید، در نتیجه یکی حسرت که همسایش تگی میکه و کلته ایزار میگردد، دیگری غوغاق که همسایم دوستی خوب بچه آورده است و بروی حولی سر داده است. هرچند از میان دیوار گرفتم وای سبیل مانده زمین را کافته میگذارد، به آب جویی که ما دست روی میشویم خواب رفته میگیرد. ناعلاج بعضی آیله ها کوچیده ایستادند، دیگران هم در همین خیال.
شما کاتب مرا درست فهمید. من نه برای شکایت آمدم، بلکه همین مسئله مرا با تشویش انداخته است. کی را چه خوش نآمده است به این نقطه نازک رفتار کردن در کار؟ حکای میرزا، آدمانی هستند که بیرون از حولی خود چیزی را نمی بینند. خودم تنج باشم و بس میگویم. پروای آن ندارند که پیش چشمشان چی دیگرگونی ها. آدمانی هستند که به آنها ساختمان خوش نآمده است. نارگ از آدم پر شد، باغ و راغشان تنگ شد میگویند. اما این را به نظر نمیگیرند که به خاصیت ساختمان خانه هایشان چراغان شد، بالای بامشان شیفر شد. به این گونه آدمان نارک تنگی کرده باشد، روند جایهای آرام و بیملال یابند. به ما کارگری ساختمان در کار، کارگری که با دل و جان به کار ساختمان چسبد. خیر، به من هم گپ بدهی؟ امینم که شما طرفدار این گونه آدم ها نیستید. من طرفداری آدمم. این خیل باشد سخنی ما تمام. شتاب نکن بچم، گپی مرا هم شنو. اول پرسیش بعد کوشش گفتم. خوش از روی گپی تو زبحان جان، آدمی که به کار ساختمان نچسبید به این شهر بیگانه است، هم تو؟ من شما بر این آدمانی سال خورده را در نظر نداشتم. من هم خودم را نمیگویم. زمانی بود که بیچاره مردم از جبر و ظلم اجنبیان و ظالمان به داد آمده خود را درونی در و تار کوه‌ها زد. کفی دست زمینی نداشت که حاصل روی آند. به حاصل درخت حولیش و دو سه جاندار قناعت میکرد. به بختمان زمانی سوید شد و از کوه و دامان فرامده دست به مهنتی جمعیتی زدیم. فرزندانمان به مکتب رفتند، تعلیم گرفتند، به قطار آدم در آمدند. تو هم کاتب از همان میوه ها. بله بله. خیر، یکی بچیم به آسانی دیگر می شود، دویم به دشواری. اگر حتی نشدی کجایی که خواهی رو گوییم می رود. فرض کردیم که همین خیل ساختمان بالاتری نارک شد، چی؟ از آنجا هم پیش می کنیم. به نظرم این از روی تعلیمات آن پرتیه نیست که من و تو عضوش هستیم. چنان کار بردن لازم است که آهسته آهسته تمام مردمی گرد و اطراف به کار ساختمان چسبند. انا آن وقت به درای دیگر هم کار گشایند. مردم از بحر خانه و جای گذشته می روند. انا آن وقت پرتی هم از تو منت دارو، خلق هم. خاموشی گوارای به میان آمد. سرها بلند شدند و نگاهها به هم دیگر پیوستند. به لبان کاتب تبسم دمید. دندانهای صدف برینش نمایان شد. دوران صحبت چند پیشینه را به خاطر آورد که با کاتب کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان شده بود. او پرسیده بود که از خودتان فعالان میابید یا ما از دیگر ساختمان‌های ریسپوریک فرستیم؟ میابیم، گفته بود دورانوف با دلپوری. با گفتن گفت و وقتی عمل خیلی عذاب کشید. ساختمان در وقتی سر شد که نارک به حکم یک ده بود. بعدی بر هم خوردن رایان بسیار کمونیستان و بی‌پرتیوی های فعال پریشان شدند. به کلاب و دنغره و فیض‌آباد رفتند. بریگاد بیتانکاران تشکیل کردن دشوار گردید. اما سخن میرزا مراد به دل او امید بخشید. خیال کرد که همین کار را به او سپاریم چی میشده باشد. خیلی گپ‌های پخته زدی حکای میرزا، اما این کار دشوار است. از برداشتن درغات 300 متره و حاصل نمودن قوت 3 میلیونه دشوارتر است. با کدامش مشغول شویم؟ هم به اینو هم به آنش. این با گفتن آسان است. ساختمان یک طرف میماند حکای میرزا. با سر شدن ساختمان 1 سال شده می آید و میدونید که چقدر مردمی تکجایی در ساختمان کار میکنن. همگی 15-20 نفر. هرچی سال آینده باز بیشتر. تا آخر ساختمان میبینید که 3 شده است. تکنیک در اختیارتان. همه کارهای وزین را ماشین میکند. باز چه غم دارید؟ حسد میبرید. کاتب، حسد میبرم. میخواهم از سر نوجوان باشم. این وقت شما که زمانت تنج است و با خاطر جمع کار میکنید. شما حالا
پیری فرتود نیکی ناامید شوید اکای میرزا. ما اکنون پیر شدیم. مادامی که با مردم اینقدر باور دارید، امینم که از بینشان یک بریگاده بیتان کارار بسازید. کاری ساختمان اوج گرفته ایستاده است اکای میرزا. متخصصان بسیار شدند و کارگر کم. تکنیک هم محتاج دستی آدمی است. مردم از دور و نزدیک بیایند و ما تماشا کرده نشینیم. آریت هم در کار اکای میرزا. این خیلی باشد کاتب. مردم رو بی سرانجام کردن در کار نی. خب اکای میرزا، این طرف مسئله رو ما حل میکنیم. شما یک بریگاده کلان میسازید. گپی شما به مردم میگذارد. چی یاردمی باشد بمالام مرحمت. همین که بریگاده تشکیل شد، در اوچسکه کوماچوف کار سر میکنید. کوماچوف کی؟ همون مردکی که در پایانی حوله شما جای گرفته است کو. مردکی نخس، انجینیری پر تجربه. پایان سخن کاتب به گوش میرزا مراد ندارآمد. خاطرش ناجمع شد. ولی به دورانوف ظاهر نکرده از جایش خیست. دورانوف دست دراز کرد. خوش گپ همین اکای میرزا. حالا نصیب باشد کوه را تلقان می. تشکر. میرزا مراد از کابینت بیرون شد و راهی چایخانه وگذر قزام را پیش گرفت. از ساعتی که میرزا مراد سپارش کاتب را به ذمه گرفت، خود را همجوری زندگی میپنداشت. بنا به گفت خودش، آدمی که از جوانی باری جمعیت کشیده است یک بار بیکار ماند، به حال مسافری میافتاده است که مالش را یغماگران بردند. دنیای روشن پیش نظرش تاریک می شده است. از میان باغی کهنه بنیاد نارک می رفت و گرمی هوا را حس کرد. در جاهای آفتابرویه سایه قد بلند میرزا مراد زیر پایش می گشت. معلوم که آفتاب به قیام رسیده است. یکی به خیال میرزا مراد آمد که در این ساعت روز یار و آشناهایش در خانه های خود، وی هم سوی لنگر تاب خورد. ولادیمیر کوماچوف همسایه نوی میرزا مراد از جمله آن متخصصانی بود که در 40 سال عمرش در چندین ساختمان کار کرده آمده است. در یکی استا باشد، در گیس دیگر فرق شده است. بنارک از کراسنایتسک آمد و 1 سال این جانب به صفت سردار اوچسک کار میکرد. دیروز در مجلس پارکوم فهمید که از مردم تکجای بریگاده بیتانکاران تشکیل می شده است و آن بریگاده را سابق رئیس کلخاز میرزا مرادوف نام شخصی تشکیل می کرده است. یعنی که پدری صاحب این حولی، پدری عطامراد که با او انس گرفته بود. همان روز میرزا مراد با نیت تشویق کردن مردم به کار ساختمان، دهان کلانهای نارک و لنگر و ده صبور و هیبیل را خبر کرد و به عطامراد فرمود که کوماچوف را گوید. ولادیمیر کوماچوف همراه زنش از سم پیش در آمدند. ممکن می؟ السلام علیکم. سلام علیکم. ما که همسایه هستیم، بر وقت در آمدیم. دیروز در پرتکام شنیدم که بریگاد بیتانکاران تشکیل می‌کردید. مبارک شود. قلق به همین سبب ضیافتی آراستیم. لیکن میترسم که تا مایان بریگاد جمع میکنیم ساختمان پایان مییابد. نه، ساختمان که شال میافتگی برین. معلوم که در وقتش شرایط را پورا به نظر نگرفتند. رای پاییز نمی آید. رای ماشینه وزنین، کمبر و پرپیچ تاب. از عقبه می گذرد که بلندیش 1610 متر. مجبور شدیم که ساختمان را از خود دوشنبه سر کنیم. یادتان هست راه دوشنبه آرجان کیزاباد چه خیل بود؟ یادم هست. من این راه را از خوردی میدانم. دوره های پیش رساتر بود. مجبور شدیم که راه اقبا را وسیع کنیم و تا نارک راهی نو کشاییم. زیرا که آینده بعضی آلاتهای ساختمان را با راه کهنه آوردن دشوار است. ثانی این که ساختمان نقب یامان و دنغره هم به همین قطار در آمد. این هم کار ساختمان را کشال میدهد. میرزا مراد دید که ولادیمیر کوماچوف به غایت پردانی از وزنینی های کار ساختمان نقل می کند. در نوبت خود از مشکلی وظیفه خود تشکیل کردن بریگاد بیتانکاران گپ گشاد. تا سر شدن این ساختمان در نارک
یگان مؤسسه صنعتی نبود. مردم اصلا با دهقانی مشغول بودند. در کلخاز حتی تراکتورچی نمی رسید. و حالا که در کار ساختمان بتانکاران هم باید از تکنیک با خبر باشد. در حقیقت کار شما وزنین است. عادتا وقتی یگان کارخانه یا ابیکت صنعتی می سازند، آن نقطه ها را انتخاب می کنند که به شهر یا مرکز ریان نزدیک است. مردم آن برای کار آنجا قادر است. اما وقتی ساختمانی گیس این نقطه ها صرف نظر می شوند. گیس را در جایی می سازند که خود طبیعت مهیا کرده است و عادتا این گونه جایها از شهرها دور است و طبیعی است مردمش قدرتی ندارد که به ساختمان حصه با سزایی گذارد. همین وقت یک گروه مهمانان آمدند و میرزا مراد به استقبالشان خواست. اکثر آنهایی بودند که در چایخانه وگزل قزان دیده بودیم، یعنی که بابا قرا، احمدکه و چند موی سفید و مردان دیگر. بعدی که مهمانان بالای کت نشستند و یک دو پیالگی چای نوشیده از نعمت دسترخوان چشیدند، میرزا مراد به حاضران گفت: من امروز در گرکان بودم، با کاتیگا خوردم. اما در جایهای خود ماندن میگیرند. دیگر به حولی هایتان خانه سیار نمی درارند. از این خبری خوش چهره اکثر شکفته رفت. عطا مراد آنچه پدرش می گفت به کوماچوف ترجمه می کرد. باز یک گپی دیگر. هر که قوه قدرتی کار کردن دارد خودش، اگر نه پسر و نبیره های کلانسالش را به کاری ساختمان فرستد. بریگاده بتانکاران می سازیم و در اوچسکه رفیق کوماچوف انا این مردک مرحمت شناسی همسایه من کار میکنیم. این دعوت ناگهانی همه را به حیرت گذاشت. دست از نعمت دسترخوان باز داشته به میش در آمدند. ما کسب کارگری نداریم، چه کار میکنیم؟ ما هم نداریم بچیم، یاد میگیریم. خیستید که ماه چامپل میدید. با جواب این سوال میرزا مراد کوماچوف را از جایش خیزاند. به غیرتتان وابسته است. از 100 تا 200 سوم. انا دیدید روز 5-6 سوم. این پول را در خواب شبتان هم ندیده بودید. ایستاکی میرزا، علاج آنهایی که به حولیشان خانه سیار در آمده است چی؟ آنها به همان حالشان ماندن میگیرند؟ من هم از جمله آنهایی که به پایان حولیشان خانه تختگی در آوردند. همسایه‌مان انا همین مردک کوماچوف، انجینری ساختمان، یک هفته این جانب هم خانه. شکر از همدیگر شکایتی نداریم. ایستاکی میرزا خودی دورانوف این تکلیف را گذاشت یا تو؟ هر دو. شد فهمیدیم. بابا قرا یک باره به دسترخوان آمین کرد و از جای خیست. آن طرز گفتار و این طرز رفتارش به میرزا مراد نفارید. باوجدین با دل کشاد گفت: امید داشتم که تو پسرانت یکی از اولین ها می شوید. بی من و بچه هایم کارتان در رواج برین کو. من هم تا دیروز همین خیل می گفتم. دنیا به نظرم تاریک بود. دورانوف همین کار را سپارید و گویا از نو جوان شدم. از سری نو شوق و هوس پیدا کردم. دورانوف بکی چی وظیفه سپاریدنش را میداند؟ تو که چند سال از من کلانی اندیشه کردگیست، وگرنه به تو می سپارید. دورانوف بچه به اندیشه. کنی رفته. بابا قرا همراه احمدکه و چند دیگر مخلصانش برآمده رفتند. در خانه میرزا مراد، پسرش و کوماچوف تنها ماندند. میرزا مراد را دماغ سوخته بود ولی پیش کوماچوف ظاهر نکرد. چرا در ضیافت اکثر موی سفیدها بودند؟ نخواد که همینها بیتانکار شوند. اولین که دوستم مردمی ما را از ریش و مویلب قیاس نکن. از ریش و مویلب ما تاجیکان شکر کوتاهی نداریم. ثانی اینکه سن و سال آنهایی که اینجا بودند از 50-60 زیاد نیست.
به همین سن سال هم کار ساختمان وزنی می کند. اینها را با شهری ها هم تقاضا نکن. خیلی با قوت. خوراکشون روانی دنبه و زغیر، گوشت تازه گوسفند و گاو. گپ در جای دیگر ولادیمیر. تنها نامت را گرم خفه نمیشی؟ نه حمد. مادامی که آینده همراه کار میکنیم اصلی گپ را به تو میفهمونم. آدمانی که تو موی سفیدشان گفتی در وقتش سیدی باسمچیان برآمدند، در تشکیل کالخاز و پیشروی آن فعال بودند، مقابل ملاهای خرافات پرست کار بردند. انا حالا خود به نفقه برآمده قریب است که جای آنها را گیرند. خصوصا بابای قرا، سابق رئیس جماعه، پیشگهنشینی همه آن معرکه هاست. بنابر همین من کار را از ریشه سر کردم. اگر یک تای این موی سفیدها تکلیف مرا قبول کند، بگه 10 کارگر به اختیار من و توست. ولادیمیر کوماچوف به خوبی فهمید که وضعیت اینجا چگونه است، به چی نازکی کار بردن در کار است. تا به حال به نظر او طرزی میتافت که به این قریبی از مردمی تکجایی بریگادای مستقل جمع کردن دشوار است. احمد اکرا، این مرد غوله همیشه موی سرتراشیده چشم کبود را یکی از شاگردان با وفای بابا قرا گوییم خطا نمی کنیم. یار و آشنایی و همکاری آنها هنوز سالهای اول جنگ آغاز یافته بود. نه تنها من، بلکه بسیار آدمان محل نارک و لنگر و دیهی صبور به دهان شما محتلند. هرچی که گفتید همان می شود. بابا قرا از این سخنها باریده آبی چشمانش را پاک کرد و به اندیشه غوطه‌ور شد. عیان بود که او نه تنها اندیشه خود را دارد، بلکه اندیشه آن همه عائله ها را می کند که پیروی اویند. این حال به وی قوه می بخشید. اون چی از دستی من آمد به مردم، به نارک و دیگر محل های آن کردم. به تو هم تو توانستم یاری دادم. اکنون اختیار به خودت. خواهی از روی گفت میرزا مراد به کار ساختمان درآ، نخواهی خود را به یگان کار دیگر زن. اما به من کاردار نباش. من کوشیده میروم، به یگان دیهی دوردست کوشیده میروم و 4 تا دم میگیرم. من از غوغای دنیا سیر شدم. این خیل که باشد من هم میکوچم. به کجایی که شما روید من هم میروم. هرچند که این سخن شاگردش به بابا قرا خوش آمد، اما ظاهر نکرده با دوراندیشی و غمخواری گفت: نه، تو حالا یاش قوت و غیرتی کار داری. تو همین جامانی به سانه اینکه یک باره 2 کمونیست 2 آدمی فعال نارک کوچیده رود، گپی بسیار می شود. عجب نه به من و تو گپ رسد. تو همین جامانی بهتر به یگان کار اداره ساختمان درآ. باید که یکمان درونی دیگ باشیم. اندیشه هایتان شکر کو، گویا که نارک را به دشمن مانده می رفته باشید. دشمن باشد که کار سل. میرزا مراد دوستی از دشمن بدتر. یگانه مقصدی تو همین که به کارش مانع میشوی. هر قدر که کاری وی برار نگیرد، همان قدر آبروی من و تو بلند. فهمیدی؟ و دیری نگذشته به جایش تو را تعیین میکنند.
نه من از 100 محله این کار بیزار. بریگادیرش به خودش نصیب کند. این طور نگوی. تو نمیدونی که چرا وای این کار رو پیش گرفت؟ خیال میکنی که وای فقط برای خلق رو به ساختمان کشیدن این کار رو سر کرد؟ ها؟ نه، وای برای آن این کار رو پیش گرفت که تا آخری ساختمان باز یک کرد قهرمان شود. نخواد. باور نمیکنی؟ حالا کمتر کار کرده بین؟ راست گپتان. همین مقصد نباشد کی جانش را در عذاب میماند. در پایان صحبت بابا قرا وعده داد که احمدکه را به یگان کار اداره ساختمان درآورده میماند. تکلیف میرزا مراد مانند سنگ عظیمی بود که میان کوه آرام پرتافتند. آبش به جنبش آمده گرده های تازه به تازه پیدا می کرد و تا ساحل های خاموش رفته می رسید. آن سوال جوابی که در حوله میرزا مراد شد گرده اول بوده است. همان هفته آن گرده به دوره گشت و در نارک و لنگر و ده صبور آدمی نماند که از تکلیف میرزا مراد بیخبر باشد. ساعت 9 پگاهی آدم از تخمین زیاد شد، اما بابا قرا و احمد اکه و فرزندانشان نبودند. میرزا مراد به حاضران فرمود که به ماشین نشینند. خودش همراه کومچوف در پهلوی شفیع است. ماشین راه ساختمان را پیش گرفت. راه لنگر را طی کرده به راه کلان منفرش برآمد و طرف چپ تاب خورد. تپه را خمیده از بالای پل ازبکسای گذشت. اندک بالاتر سیراهای نمایان گشت که یکی به بالا قریب به تیغه کوه می برد، دیگری به پایان به جایی که آینده باید بنیادگاه گیز شود. ماشین به راه میانه با همان راه کهنه‌ای که سوی توت قبول می رفت تا پل سنگین رسید و باز ایستاد. کومچوف همراه میرزا مراد از کابین فرآمده همه را فرمود که پیشتر آیند. وقتا که همه جمع شدند کومچوف لبتر دریا رفته به طغیان آب اشاره نمود. دریا قریب نمی نمود و صدایش در گرد و پیش غلغله می انداخت. کسی را از حاضران رغبت پیشتر آمدن نشد. رفیقان، چنانه که دیدید از دو طرف قطارکوی طول کشیده اینجا به هم نزدیک شده است. اکنون به من شما لازم است که همینجا جای پولی سنگین مجرای دریا را بندیم و بین دوک و شغل ریخته 300 متر بالا برداریم. خدا باز همینقدر عمر میداد. هم نخور دوستم، همین عمرت هم بسنده میکند. آنچه بلند میشتستن 300 متر. لیکن پیش از این کارها آب دریا را به دیگر سو بردن در کار. اما به کجا؟ 4 طرف کوه. برای همین از طرف چپ 2 نخ کنده ایستاده ایم تا آب دریا را موقتی آن سو روانه کنیم. جای کار شما یک تای همین نخها. اما پیش از آن که به آنجا رویم باید همه کلاه آهنین پوشید. کلاه آهنین؟ با او چسک رفتیم. مرحمت. همه از پس کومچوف پل را گذشته طرف چپ تاب خوردند و جانب 3-4 خانچه تختگی راه گرفتند. کومچوف دختری ملموی شیمپوش را چیزی گفت و او سوی یکی از خانچه ها رفت و به هر کدام نوکاران کلاه آهنی داد. حاضران شرمیده و هراسیده می گرفتند. شرم نداشته پوشید. بابا جان، شما عادتاً به مهمان تاقی تقدیم میکنید. بله. ما کلاه آهنی. کومچوف به دخترک ملموی شیمپوش فرمود که همه را بروی خط گیرد. از روی آن سر و لباس کاری، موزه های ریزینی و یک جفتی دستپوشک داد. همین طریق بریگاد عبارت از 25 کس به کار شروع نمود. از شیفت یک تای همان نخها که آینده می بایست آب دریا جاری شود سنگ ریخته راه ماشین کوهکن را بند کرده بود.
100-120 قدمی دیگر مانده بودند که به غرم سنگ رسیدند. آن دوام نقب را بسته بود. راهی کمبری واگنچه همینجا قطع می‌گردید. کوماچوف کار را به میرزا مراد فهمانده رفت. نوکاران ترسیده و وهمیده به کار شروع کردند. اینجا دهشت انگیزتر بود. آن جایی که این همه سنگ فرآمده بود مانند غار سیاهی می‌زد. احتمال آن بود که با سنگ ریزد و همه را زیر کند. اما تمکین 5 زن روس دیگران را به غیرت درآورد. خوش یه طرف زنها رو با ما همراه نکرده. کمش برابر اینها کار کنه بود. یافتی اما این صغیره ها این بزبله ها رو به یمنول زدن. خطا رفتی تلخک، خطا رفتی. از بچگیت میدونم که تو مغمبیر بودی. شیر آچر را به زور به دهن میبردی و تو لبی جوی باشد و سایه بید و چای کبود. بای به خدا که راست گفتی اکای رئیس. از زبانت گردم اکای رئیس. کلی اون روزا که همین طریق بریگاد تاپیشین همه سنگ‌های برداشتن باب را به واگنچه ها بار کرده ریخته آمدند. سنگ‌هایی ماندند که تا قد و میان آدم می آمد. کوماچوف آمده دید، تحسین گفت و 2 آدمی جوان را همراهش برده آلاتی آورد که به اسباب انگشکنان مانند بود. در پیش دستش روده دراز داشت. کوماچوف چکش را به دست گرفته میان سنگ زیر کرده بود که صدای تیرپرانی اتومات به اطراف پهن گردید. میرزا مراد چکش را از دست کوماچوف گرفتن خواست، اما او این کار یاشاگویان به جیان اکای تلخک طلبی جان داد که تن و توشش گیرا بود. او شاهین چکش را به سنگ راست کرده بود که آن طبل ظفر نواخت. بس و دیگرها هم نوبت رسد. و بعد آن که اکای تلخک هم با چکش کمی کار کرده آن را به جوانی بزبله داده از دوره بیرون شد، رئیس پرسید درسته؟ پیر را هم جوان میکنند. دیگران هم نوبت کنند. شمایان به اشر نامده اید. دیگر روز هم به من کار گردن کار. البته میدونیم. میرزا مراد با توجهی طرف کوماچوف نگاه کرد. اولین روز کار به آخر می رسید. همه مانده و هلاک سوی برآمدگاه راه گرفتند. کسی بالای سر نگاه نمی کرد. پروای سنگ‌های آویزان نداشت. چشم همه سوی برآمدگاهی نقب بود که از دور مانند آینه مدور میتافت. بیرون برآمدند و به فضا نگاه کرده نتوانستند. چشمانشان به همان سنگپاره‌های سیاه‌تاب شد که از واگنچه‌ها ریخته بودند. آن در نظر هر کدام مانند گل میتافت. قربان این هوای صاف شوم. چشم‌ها به روشنی عادت کرد و به گرد و پیش نگاهی کشاد دوختند. دریای قهوه‌رنگ، دامن کوه خاکستری، فضای نیلگونی بالای دره عجب صفا بخش و دلربا نمود. اکثر زاده همین دیار بودند و حسن و تراوت آن را گویا حالا حاضر می‌دیدند.
هرچند نه ماه تیره بود و نه آفتاب خیره، تیره ماه نارک در وقت آمد. ماه سپتامبر ندار آمده، کوههای گرد و پیش رنگ زعفران گرفتند. درختان درون شهر زرین تاب و گردآلود گشتند. اما گلهای پیش چایخانه و روی حولیها نشء و نمای تازه داشتند. به گمان که گلی صدبرگ و بوته‌های ریحان را فصل بهاران این رنگ و بو نبود. شرافت بیگم برگ‌های خزان توت را می‌روفت و خیالش آشفته بود. وی عادتی داشت همین که حولی را خلوت یافت خود به خود گپ می‌زد، خصوصا این شب و روز که دلش از غصه پر شده بود. عطا مراد و پدرش گپم را به زمین مانده به کار ساختمان در آمدند. تمام آرزوی نیتهایم برباد رفته. همه‌اش از پشت همین ساختمان. در نارک کار نمی کشادند و کومچاف کوچیده نمی آمد. عطا مراد و آتش بیراهی نمی شد. توی هم برپا می شد و من بالای 7 قوت کرپچه برآمده می نشستم. از دست عروسکم 1 پیاله چای می گرفتم و به خدا هزاران شکر می کردم. آن وقت روی حول رفته نمی ششتم و بیچاره گل بیگم جانم جوراب را از دستم می گرفت. بیا آچه من می روم می گفت. اما دیری نگذشته به سر شرافت بیگم خیال‌های دیگر ره یافتند. باز همینش بی. دیگر مردک ها برای نفقه خور من گفته کنج خانه شتگرت هم از آب. 4 بچه کلان کردم. 2 تای اولش خیر عمرش کوتاه بوده است. در جنگ شهید شدند. همین 1 نفر بود. خیر 1 سال دیگر کار کند انا بعد توی سرده. لیکن به بیچاره دختر با گل بیگم جبر می شود دیگه. 1 سال دراز چشمکش کرد. باز طاقت می کرده باشد. وای طاقت کند هم آیا آتای آچهش طاقت می کرده باشند. شرافت بیگم در همین خیال و اندیشه بود که مادر گل بیگم در آمد. رویمال کلان بالای سرش را روی کت مانده با شرافت بیگم کتف به کتف ملاقات شد و به طعنه و ملامت دهان گشاد. من شرمنده کردی، شرمنده عالم کردی. علاجی من تو چی دگانه؟ بچه های این زمانه. زمانه یا به زمانه چی شده است؟ زمانه همان زمانه. من و تو هم در همین زمانه توی شدیم. تو 17 ساله بودی، من 16. وای داد نگفتیم کو. بچه های این زمانه دیگر خیل دگانه. از کجا در همین ناره که ما کار کشادند و همه آرزوی حوث های من 1 طرف مانده. همه بله ها را خیال زن نیرو غم کار و خواندن شد. یاش ها کو خیر از حال خورده ها رو نمیگویی. 100 و 1000 قوقا. آب به شما کارا که مانده است گویم ندیه. به همه کار بقبول. اکای رئیس کار سر نمی کردن عطا جان به کار نمی در آمد. نظرم اکای رئیس به ما دل خدا شدن ندارن. انا گپ در کجا؟ به من آسان میدانی ادگانه. من چخیل با 1 سرم 2 مردک کلان و گران را به گپم گیرم. تو بیگانه نباشی. خواهر خواندی خودم. رئیس امکت را نغز میشناسی. 1 عمر در خدمت مردم. 1 روز در خانه بیکار ماند. دنیا پیش نظرش تارک میشه. بچه اش درست گویم. از آتش هم 1 روتر. از کجا همین همسایه کوچیده آمد و سر بچه هم را گرداند. سعید بیگ را هم همان شوهری مروسه خاله ویران کرد.
تیزتر کشیده رویم که گل بیگم هم ویران نشود. اتو مراد هم یه میخوانم گفته شست خیر توی را کنیم بعد خواندن گرگویم ندیه. خیر به گذشته صلوات. گل بر این دخترم را که خوش نکردید در خواب شبتان میبینید. من همه چیزهای در اید و ایام دادتان را آوردم. به آب و آشش من قرضدار. چرا خیلی میگوید دوگونه؟ اول اینکه همه این چیزکو صدقه سر گل بیگم دخترم شود. ثانی اینکه وای اتو جان پسرم خوش نکردم نگفته است. یک سال دراز محتل کردی بس نبود که با زبانت دراز؟ چی؟ من فرزند گل برینم را پیر دختر کرده به سرم زنن می؟ انصاف هم در کار. بعد یک دو ماه توی را سر میکردیم. نه تو به من گپت را معقول کردنت کردی، من دیگر گپت را به آتش معقول کردن نمیتونم. آخی خدا داری همه شد. رو چیز چارش را برده ده، دیگر به دختری من دهان نگشاید گفت. شرافت بیگم سرخم کرد. به چشمانش اشک دمید. سر بیگم از چیزی خوف برده علاوه کرد. به اکای مرزا مراد همه این گپ را گفته نشین. ملایم در کرده گوی با نرنج. همین وقت از پس دروازه صدای بلند شد. اکای مرزا! اکای مرزا! شرافت بیگم در را باز کرد و زنی میان سال پهلوان جسته نمایان گشت. چشمان کلان آمیرانه، بینی بلند و ابروان روغنی براقش با آن جسته کلانش عجب هیبتی داشت. سر و لباسی تنگی کارگری، بریجه پاچه دراز، آستینهای کوتاه کرته چیتش را دیده خیال میکردید که وی از آدمان مقیمی این محل نه. اما رویمال علای شال که از پیشانی کشیده به پشت سر بسته بود آن شبه را برطرف میکرد. سر بیگم اپای بوستان را شناخته بیشتر سراسیمه گشت. مهمان هنوز بالای سرفه ننشسته. خیر من روان دیر شد. 4 تا گپ زده شین اپای بوستان اومد. میلش بر وقتتر رود باز گرگ ها نخورد. گرگ توی خورد که من باشد. گرگ رنگ تو از هم محلی من میگریزد. یعنی ایزاری مردها را پوشیده ای نگریخته هم بیند. تو که شو داری هرچی بسیارتر خوش آیم گفته ایزارهای رنگ به رنگ میپوشی. من که شوی ندارم همینش هم میشود. شو هم از تو میگریزد. تو در عمرت یک روزه کاری مرا نکرده ای، روزی مرا ندیده ای، با زبانت دراز. رو پای های بابا قرار را مالیدن، کرت ایزارش را پوشیدن گیر. این سخنش به سر بیگم اثر کرد. او با شتاب برآمده رفت. اپای بوستان کمی آرام شده به شرافت بیگم گفت. ببخشی اپا، من اکای رئیس را بینم گفته اومدم. خودی وای بد زبان. رئیس در کار حاضر می آید. راسته؟ ای سکل تو به خودش نرسیده است و به دولتش رسید. همین وقت دروازه حولی باز شد و میرزا مراد در آمد. اپای بوستان قریب او را نشناسد. میرزا مراد موی لبش را کوتاه کرده بود. سر و لباس پیشترش به قد و قامتش کلانی می کرد. پیکرش را شکوه و صلابت پیشینه نبود. السلام اکای رئیس، نقص هستی؟ سلامت گشتی؟ شنیدم که به کار گیس در آمدی. مبارک شود، مبارک شود. میرزا مراد به این قدر سوال مهمان جواب نگفته لبی جوی رفت. لباسی روی کشیده به شستشوی در آمد. شرافت بیگم سچاق آورد. میرزا مراد به تأنی روی پاک کرد. چشمش به باری روی مال بسته افتاده بود که شرافت بیگم شرح داد. اوچه گل بیگم آمده بود. خوش؟ بابا قرار چیزهای در هر عید و ایام داده اما رو گشته فرستاده است. ما دیگر وقت نداریم. به یگان جای دیگر برآورده میدهیم گفته است. ما مردم همین خیل. همین که فرزندمان کلان شد از پی خانه داریش میشویم. 2 پای را به یک موزه جای کرده توی میکنیم. بعد انتظار بچه و کچهش میشویم. پدر ها نان و آشش را یاب. مادر ها صندوق را پر کن. در همین غم و تشویش مایی سرمان سفید می شود.
دندانهایمون میریزد. بیخبر از آن که در دنیا چی گپ و چه کار. در پیش چشممون در خود نارک چی دیگرگونی. اون مردم نمیگویند که دختری فلانی را 1 سال دراز داشته گشت و آخر نگرفت، معقولش نکرد. در شأن یک دختری بیچاره این کم گپ نه؟ میرزا مراد دید که به زوجهش گپ معقول کردن دشوار. با پای بوستان رو آورد. خیر تو نغزی؟ خیلی باز ندیدمت. چی کاره ای؟ همان پیشتر کارم، فراشی مکتب. اکوی رئیس، شنیدم که تو بریگاده تشکیل کرده ای؟ با امید به نزدت آمدم. نفس کردی، اما کارمان وزنین کار کرده میتوانی؟ این گپ را کسی دیگر گوید که مرا نشناسد. تو مرا نو میدانی کو؟ از گپی مردم نمیترسی؟ زنی تاجیک بیناکار. کی باز تو با اندیشه شده اکوی رئیس؟ خب مایلش. پگاه سحری کوچه برو همراه میرویم. کاتبی گرکام سبحان دورانوف اصلا کسب انجینری داشت. در ساختمان گیست سربند پررب و سردار اوچاسکا و پرتارگ ساختمان شده آمد. در انشاءات نارک به صفت انجینری ساختمان کمی کار کرد و به مکتب پرتیوی خواندن فرستادند و بعد ختم آن کاتب تعیین کردند. ولی از روی عادت گاه به سر کار این یا آن بریگاد آمده با کارگران هم صحبت می شد. از کار و زندگیشان با خبر می گردید. و اگر عرض و داد بسیار باشد پیش سردار اوچاسکا انجینران می در آمد و اگر نه نامعلوم به ادارش برمی گشت. امروز اوچاسکای ولادیمیر کوماچوف را از نظر گذرانیده جانب خانه های سیار که یک تای آن اداره اوچاسکا بود راه گرفت. ولادیمیر کوماچوف از روی نقشه به حاضران کار تقسیم کرد. انجینران برآمده رفتند. ولادیمیر کوماچوف دریافت که کاتب گپ دارد و پایک می جوید. نهایت وقتی که تنها ماندند دورانوف سنجشکارانه گفت: در بریگاده بتانکاران بودم. شکایت بسیار از تو، از میرزا مراد. میگویند که بریگادیر و سردار اوچاسکا همان. ما را با دیگر کار گذاشتن نمیمانند. اما میرزا مراد را ندیدم. وای در سمین یکم کار میکند. حاضر می آید؟ حاضر در بریگاده از چند کس؟ 70 کس. اوه بسیار کو. دیروز باز یک زن تاجیک آمد. زن تاجیک بتانکار؟ این عجیب کو. وای کی بوده است؟ یتیم با همه پای بوستان میگویند پیش در آشخانه ساختمان کار میکرد. فهمیدم. 3 تقسیم کردیم، در 3 سمینه کار میکنند. انا این بسیار نقص. اما همین که اندک کسب بتانگری را آموختند با کار دیگر گذاشتن میخواهند. شف یار یا یاردمچی ایکس که برتر چه میشوی میگویند. بسیار نقص. وای چگونه عسکر که آرزوی افسری نکند. همین وقت از پیش تیریزه خانه سیار بتانکاران سمین یکم گذاشتند. در بینشان میرزا مراد اپای بوستان بود. ولادیمیر کوماچوف با انگوش شیشه تیریزه را زده او را به درون خواند. دورانوف میرزا مراد را در لباس کارگری بار اول میدید. به کلاه آهنه و موزه ریزین او نظر افکند. به چهرهش با مهر نگاه کرد. میرزا مراد خیلی خود را گیرانده بود. از صلابت و تمکین رئیسی آثاری نمانده بود. کار ساختمان وزنی نه کی میرزا؟ کاتب عادت کرده رفتیم. کاتب یکی خواست آن مسئله را که نوگش را پیش کوماچوف شده بود به میرزا مراد نگوید، ولی حس مسئولیت او را مجبور کرد که وقتی ملاقاتمان تو بسیار مسئله ها را برداشته بودی. آید به مسئله جلب کردن مردم تکجایی به کار ساختمان. در یادم هست کاتب. اکای میرزا، اما سبب چیست که امروز کارگرانت از تو و کوماچوف گیله دارند؟ ما را با کسب و کار دیگر نمیماند میگویند. بیملال اجازت میدادیم سبحان شکرویچ، اما حاضر برای ما یک دوره است که از متخصص دیده بتانکار در کار. بعد بستن دریای وخش کارهای سنگکنی و بتانگری 2-3 بار دیگر میافزاید. ما اندیشه داریم که تا آن وقت از حساب مردم تکجایی باز یک بریگادی مستقل سازیم. این اندیشه‌تان نقص. من هم طرفدار.
اما اندیشه اول، یعنی که از بس که بیتانکاران کم، اعضایان بریگاد را به کسب و کاری بالاتر نمیمانیم، این خطاست. شمایان مقصدهای استحصالی خود را از مسئله تربیه آدم، تربیت صنف کارگر محلی بالاتر گذاشته اید. میرزا مراد و ولادیمیر کوماچوف به چشم همدیگر نگاه دوختند. در حقیقت میرزا مراد را دل نبود که بریگادش پریشان گردد. آینده به نظر میگیریم سبحان شکورویچ، من گناهکار. میرزا مراد چشم حیرت جانب او دوخت. سرکرده این کارها وی بود و چرا کوماچوف این طور میگوید؟ معلوم که او را حمایت کردن میخواهد. نه از من گذشته داران جان. کنی خودت گوی، وقتی که بسد عذاب بریگاده بیتانکاران میسازی، وقتی که همه چون اهل یک عائله میشوند، آیا میمونی که یکش از پیش نظرت دور شود؟ زمانی بود که نمیماندیم اکای میرزا. پیش نظرم گردد، کسب و کاری مرا آموزد میگفتیم. اما حالا دوره ها دیگر. امروز ما با فرزندانمان رفته به یگان جای خان آدم شو میگوییم. نظرم با عطا مراد هم همین گپ را میگوید. در این مسئله گناه کوماچوف نیست سبحان جان. سر تا پا خودم گناهکار. من نماندم که کارگران به دیگر کسب و هنر گذارند. مرا جزا ده. کار به درجه جنایت نرسیده است اکای میرزا. حاجتی جزا دادن هم نیست. خوب که خودتان به نازکی این مسئله سرفهم رفتید. باور دارم که آینده از روی همین پرینسیپ رفتار میکنید. اکنون شما غم نخورید که بعضی کارگرانمان به دیگر کار گذاشتن. بی آدم میمونم. نه، این طور نه. تشکیل بریگاده اول دشوار است اکای میرزا. اکنون مردم فهمیدن که گپ چی و کار چی. نخواهید هم از گریبانتان داشته مرا به کار گیر میگویند. راست گفتی سبحان جان. نه پای بوستان. دختر یتیم بای چرخچی هم به کار آمد. فهمیدم. درست میکارش؟ بد نه، بزبله رو به یک نول میزند. بسیار ناز، بسیار ناز. روزی میرسد که بابا قرا هم گشته می آید. بلکه حاضر هم آمدن میخواهد، ولی تکبر پیش راهش را بسته مانده است. این گپی کاتب هم میرزا مراد را خوش آمد. گپی دلی او بود. دورانوف دست میرزا مراد و ولادیمیر کوماچوف را فشرده از خانه سیار بیرون برآمد و به چند کارگر سلام داده سوی ماشینش روان شد. سلامت باشید. خوب. راننده خودش بود. سلامت باشید. خیر. акаи ҷон, саломи гарми хоҳаронаи маро қабул фармо. илоҷи рафта дидан, либосакҳои туро шустан нашуд. маро хонанишин карданд. алами отаам ҳам зӯр. хаёл карда будааст ки ту танҳо мемонию охир ба навдеҳ меоӣ. аммо ту наомадӣ. гӯё ки бар қасди падар ба бригадаи амаки мирзо мурод ба кор даромадаӣ. авҳоли акам наимбек ҳам хуб нест. умед доштааст ки дар навдеҳ ба кору вазифаи пештарааш медароям. бригадир ё мудир мешавам. нашуд. обрӯи отам ҳам кора накард. димоғаш сӯхтагӣ, бекорӣ ба дилаш задааст. ҳар рӯз бо отам ҷангу ҷанҷол. дирӯз янгам ба танҳоӣ гуфт ки акат хаёли гашта ба норак кӯчидан дорад. отам девонаҳо бар ин чӣ кор карданашро намедонад. аламашро бо тӯи ман фурӯ нишонданӣ. маро ба як чӯпонбача медиҳанд акаҷон. хайр, тақдир ҳамин будааст. болои сӯхтаи отаму очаам намакоб нашавам гуфтам. ту ҳам розӣ шав. ягона орзуям ҳамин буд ки дар тӯям бошӣ. тӯй рӯзи якшанбе. дуюм талабам ҳамин ки атомурод хабар наёбад. худат ҳам нагӯй. намон ки дигарон ҳам гӯянд.
همینش بهتر. با سلام، خواهر جانی تو، گلبگی. این مکتوب سید بیک را به اندیشه برد. نرفتنش را دانست، نه نرفتنش را. کارهای پدرش را پیش نظر آورده نرفتن خواست. اما مکتوب خواهر خواهش او سید بیک را آرام نمیگذاشت. در یک ورق کاغذ همه گپ را گفته نمی شود، دل را پره گشاده نمی شود. به خود می گفت او عجب نی، در نودیه گپ و کارهای دیگر باشد. همین اندیشه سید بیک را وادار نمود که از میرزا مراد یک روزه اجازت گیرد و براه براید. سید بیک به حولی پدر قدم میگذارد، مادرش به استقبالش میبراید. وای به منه که خدا کردن بند جگرکم سید بیکم آمد. بچهکم صدقت شوم بچهکم. آتش آکش برایتان ینگش با سید بیک جان جاما پرشانید جاما پسرکم. هر قدر که مادر چسبان میشد همان قدر سید بیک خود را آرام می داشت. او حالا خوب فهمیده بود که مهر کجا و سخنهای مهرپرور کجا. خانه درم آتش صدقه آتش در خانه درم. سید بیک به خانه می دراید. سلام. بابا قرا سلام او را علیک نگفت، حتی در جایش نجنبید. معلوم که پیش پسرش سپاهی را از دست دادن نمیخواست. سربیگیم پیش بابا قرا کورپچه نو پرتافته سید بیک را عزت داری کرد. شین بچیم شین انا اینجا شین. اما او پیشی در نشست. نه زاری و تولای مادر و نه بالاگذاری پدر او را از جای جنباده نتوانست. همین یک روی سید بیک بابا قرا را هوشیار کرد. مجبور شد که راست نشیند و طرز گفتارش را دیگر کند. کردی آمده بچه بگاه توی. سید بیک حرفی نزد. یک بکش به مادرش بیانگشت که گرداگرد خانه نشسته بودند نظر کرد. از چشم روی آنان فهمیدن میخواست که تا چی اندازه این توی بر رضایت گلبگیم و مصلحت حاضران وابسته است. چهره ها چندان که باید شاد نبود، در نگاه ها چندان که شاید خرسندی نبود. سربیگیم گویا این مشاهده فرزندی کنجش را پی برده وضعیت را آب و رنگی تازه داد. داماد بچه خیلی قابل خوشاداب با گلبگم معقول ها. اتا مراد پیشوه هیچ گو خودش خانه یک دوگانش. خودت میدانه که در رسم و رسوم ما شب و روز توی دختر در خانه نمی شود. از چشم بیگانه و بگانه دورتر دیه. از چشم یکش هم. حالا میبینی بچم توی رو سر کنیم، دو سه روز گذرد همه همون رفته میبینیم. تو علاوگری نامدی؟ البته. حالا عروس بینان می شود، داماد بینان می شود، همه‌شو گذرانده می روی جان آچه. من تو رو به هیچ کجا نمیمانم. سید بیک پی برد که پدر و مادرش تا توی گلبگیم را به او نشان دادنی نیستند. خیلی علم کشید. خواست دل کفاند ولی پدرش را بی پروا دیده علمش را فرو نشاند. تو هم به اینها شریک؟ با همین معنی سید بیک جانب اکش نظر دوخت. او نگاه شکست. معلوم که با آنها چندان شریک نیست. خاطرش جمع شد و به دیگر سو نگاه نکرده پدر و مادرش را گفت. در حقیقت من وقت ندارم. سحر به کار برآمدم در کار. با تویتان برار میخواهم. این چی کارت بچیم؟ همه از جای خیستند. تنها بابا قرا این حرکتی فرزندش را نپسندیده قواق انداخت و از جایش نجنبید. سید بیک پیشی دروازه رسید. سربیگیم از دامنش کشیده او را بازداشتنی شد. سید بیک جامه نوپوشیده‌اش را جانب مادر هوا داد و از دروازه بیرون شد. باری به عقبش نگاه نکرده راه نارک را پیش گرفت. خیلی رفته بود که سید بیک باز ایستاد. نعیم بیک نزدیک آمد. سید بیک خیال کرد که حاضر اکش به نصیحتگویی می دراید.
او را بازگرداندنی می شود. غیر چشم داشتش نعیمبک پرسید. سعیدبک با من گوی که در نورک با من همکار یافت می شود. کار از میسر هم بسیار. بسیار خوب. گوش کن. توی که گذشت من کوچیده می روم. خوب میکنی. با گل بگیم سلام مرا رسان. گویی که سعیدبک به تویت آمده بود. پگاه توی ایستی می شود. نباشم بهتره که نعیمبک معنی نهانی سخن سعیدبک را فهمیده دیگر خاموش شد. اکه و دادر خیر خوش کرده به هر سو ره گرفتند. خوب خیر. یکی طرف نارک روان شد، دیگر سوی نودیه. من تو را انتظار میشم. من البته میایم سعیدبک. بهاران نارک حسن خاصه دارد. جانب آفتابروی شهر میگرید، میسزاران سبز را میبینید که از دامن کوه تا تپه هایش رسیده همرنگ افق میتابد. طرف جنوب جانب کوه های آن سوی دریا نگرید، قطعه های خرد و کلان برف را میبینید که جا جایش درختان پیسته و ارچه برهنه می نمایند. آفتاب نگنگی سلسله کوه نار میگشت. حالا قدرت نداشت برفی کوه و تلها را آب کند و گرد و پیش را رنگ و بوی بهار بخشد. شهر نیز حسن تازه داشت. جای عمارت‌های پاخسگین و تنگ‌کوچه‌های کج، طرح کوچه‌های نو، قامت بناهای تازه بنیاد نظر می‌ربود. مردمش بیش از پیش بود. همه جانب ساختمان طرف پولی سنگین شتاب داشتند. تنها مرد خرکی که از نوده می آمد به دیه صبور فرامد. این مردک بابا قرا بود. چشمان حیرت به گرد و پیش می دوخت. بابا قرا از خر فرامده لجامش را به تنه درختی بست و خود درون حولی در آمد. دیواری که میان حولی برداشته بود به نظرش ننمود. به جایش میزی درازی می استاد که از دو طرفش کرسی داشت. یک طرف امکی پیترا و مروسه خاله، سوی دیگر نتاشا جان و گلبیگیم و سعیدبک نشسته نهاری میخوردند. بابا قرا را پیشی در دیده همه از جای خیستند. گلبیگیم به در رفتنی بود که نتاشا از دستش داشت. نه بابا قرا حرفی میزد نه سعیدبک. وضعیت را امکی پیترا گوارا کرد. مرحمت رفیق قرایف، از پیشگاه همراه چای می نوشیم. بابا قرا قدم‌های سالار مانده پیش آمد و در گوشه کرسی امانت نشست. او با نیتی گلبیگیم را بردن آمده بود و خاموش می نشست. آن نیتش را ظاهر کرده نمی توانست. نگاه از چشم حاضران می گریزاند. چرا بابا قرایی که زمانی ضرب سخنش به مردم کلخاس بلکه ریان می گذشت، امروز از همسایش امکی پیترا و مروسه خاله و نتاشا جان فرزندان سعیدبک و گلبیگیم ایبا و استحاله دارد؟ کجا شد آن قوت و قدرت؟ کجا شد آن ضرب و سیاست؟ اول سعیدبک از جای خیست. از پس او گلبیگیم و نتاشا جان. از جای خیستن هر یکی ضربه بود از ضربه شپاتی بدتر. رحم امکی پیترا آمد و ساعت دیده به نرمی بابا قرا را گفت. بعد 20 دقیقه پیش دریا را میبندیم رفیق قرایف. ما باید با اونجا رویم. بیایید همراه ما. تماشا کرده می آیید. من حولی را می فروشم. شمایان سر و حسابتان را یابید. بیملال به ما خانه دادن، فردا میکوچیم. خانه من ساختمان.
گلبگیم و نتاشا جان و مروسه خاله خاموش جانب ساختمان روانه گشتند. بابا قرا در میان حولی نزد کرسی تنها ماند. سری وزنینش را با دو کف دست می داشت. عطامراد قطار مردم جانب ساختمان می رفت و خیال و نگاهش پریشان بود. با آینده و رونده مخصوصاً به دوره و گروه دختران لباس رنگین پوش نظر می دوخت. معلوم بود که دختری را جستجو دارد. دامن و تیپه های کوهی صندوق را سنگ کفیده آدم رویده بود. حتی ماشین و بلدازر و اکسکواتورها که چند پیش در خدمت بریگاد میرزا مراد بودند این ساعت به نظر نمی نمودند. از طرف راست دریا نشان کارشان دیواره بلند بیتانی میل افتادن داشت و بس. امروز در این فصل بهاران پیش دریا را می بستند. نخستین بار آب دریا برای آدمی می رفت. بار این نخست تگی دریای بیتک نمایان می شد. زحمت چندین ساله بیناکاران مهنت بریگاد میرزا مراد رخ نشان می‌داد. هرچند در گرد و پیش عطامراد زن و دختری بسیاری بود، دیگر چشم جستجو به آنان ندوخت. آتش شوقش به تمام فرو نشسته بود. در همین لحظه نگاه بی‌پروای عطامراد به دختری افتاد که بری رویمال شاهی رویش را پناه می‌کرد. چشم هنوز نشناخته بود و دل میخواست یک و یک باره گلبگیم گوید، اما اندیشه از این گستاخی باز داشت. عطامراد از دختر نگاه کنده به هم پهلوهایش نظر پیوست. عجبا، نتاشا جان، سید بیگ، مروسه خاله، عمک پیترا. عطامراد خود را قبط مردم گرفته با دقت به دختر به سر و لباس او نظر دوخت. کرتش هم شناست، اما همان رویمالی علاو و طرز پوشیدن آن حق را باطل میکرد. همین وقت دختر خیال بری رویمالش را بالا کرد. چهرهش نمایان شد. این دختر گلبگیم بود. عطامراد هم شناخت و هم نشناخت. با آن معنی شناخت که قد و قامت و طرح روی گلبگیم بود. با آن معنی نشناخت که جلوه روی و طرز نگاه گلبگیم نبود. چهرهش چهره زنی بود که به سرش مصیبتی سخت افتاده است. نگاهش نگاه زنی بود که مردم فریبش دادند. در ساختمان ساعت مراد فرا می رسید. باید گوشک مروتی را که نوکی دیگرش تا داروخانه قعر ساحل می رسید همین لحظه تاب دهند. همین پگاه در گارکان مصلحت کرده این کار را به معتبرترین آدم نارک میرزا مراد سپاریدند. اینک حالا او قطار کومچاف و دیگر متخصصان درون خندق می نشست و همچون جوانی که بار نخست امتحان می سپارد غرق هیجان بود. و اینک موشکی سفید به میان دره پرید و دست میرزا مراد به مروت رسید. یعنی دستی من نه، دستی کومچاف. کوه و دره تکان خورد. غلغله اطراف را فرا گرفت و ساحل راست به آسمان پیچید و به دریا سرازیر رفت. صدای اتباع بلند شد و متخصصان از پناهی ها بیرون آمده به دریا نزدیک شدند. از پس آنها تماشابینان بیشمار هم پیش آمدند. ترکش عظیم دریا را بسته بود. دم آب پست می نشست و بری جریان تازه آب برخورده گرد می گشت، بالا می شد. به آن نقطه می رسید که آب باید به نقب گردد. بعد دقیقه چند اولین جوچه آب طرف نقب میلان شد.
جویچه به نهر بدل گشت، نهر دریا شده به نقد حمله آورد و به 60 درون آن درآمده می‌رفت. در جایی که پیش پل سنگین بود، نفتکنان، متخصصان، مهمانان معتبری که از مسکو و دوشنبه آمده بودند، راهبران شهر و ساختمان، دوران و کمچا و میرزا مراد جمع آمده همدیگر را تبریک و مبارکباد کنار و بالا برداری می‌کردند. شما قسمی اولی رادیو اینسینیروفکا را از روی پاوستی موحیدین خواجه‌اف آب روشنایی شنیدید. در شنوانیدن هنرمندان مردمی تاجیکستان حبیب الله عبدالرزاقف، ناصر حسنف، گرمینج زفقی بیکوف، هنرمندان شایسته جمهوریت حیدر شای مردانف، حلیمه نصیبولینا، عایشه حیاتوه، عبیدالله رجابف و هنرمندان نماز آیماتف، قمری دوسماتوه، مریم تورسونوه، بختالی سبزالیف، خورم قاسیموف، محمد حکیم محمد زاییروف، محمد علی میرزا علیف اشتراک داشتند. برنده برهان رحمانوف، کارگردان هنرمند شایسته جمهوریت حلیمه نصیبولینا، مسئولی آواز ماهر موحیدینوه. این گفتار سال 1976 بلندی آواز ثبت شده است. انجام گفتاری ادبی از سلسله رادیو تئاتر.